همین قانون تنظیم رسم و آیین با شما معقول است یا نه؟ خب معقول است؟ نه. کالارا میجمونینو پگاه میریم بعد نگاه میکنیم که چای گشته کرد. با چی است؟ لباسا رو نمایش میدیم. برای خودتون وای کنید. پدر و مادر فهمونه. خورسندی شما است. پدر و مادر نه نفرایی که نمیشناسین نمیدونین میبخشید آمده در خورسندی بعضا بی ترتیبی ها میکنن. چی در کار؟ دوگانه دارید، رفیق دارید، خب پدر و مادر، یار و دوستانی نزدیک، بس. و این لباس هایی که حالا نمایش میتین دیگر میتین یک سال بس از ماده میبراید. خودتان نمیپوشید دیگر. با کی در کار خراجات زیادی؟ یا در کار است؟ نمانید خراجات زیاده میکردن. میخورن و میکنن رفتن فراموشتون میکنن. در عائله یک جنجال عائلوی میشد اون توی خورار یگان تش نمیبینی دیگر. یگان کس نمیبینی. نه میان نروی میکنن نه بچه میخواد نکن خیلی واز بین شو میشود همش باید همه چی نمیشود. مادر ما خدا رحمتی جنت داشت همین خیلی خصلت‌های بسیار وای داشتن کلینش دائما پشتیبانی میکردن. میدونید از سر گذراندگی خودش. بعضا خوشتامن‌ها نه و همه وقت وای میکنن. رشک و حسد هم دارن بعد. بر جای یاد دادن تربیت کردن انا این چی هم است. برای همین عائله ها وای میشد برعکس وای فرزندت میشد کلون نه فرزندت میشد. تربیت کن نشان ده. همین است. مادرانی که تجربه دارن از زندگی خودشان هم کلون بودن جوان بودن یاد گرفتن همون خیلی کدبانون نشدن یک باره. اگه حاضر اون زمانه گذشت حاضر بسیار زمانی بعد اینترنت است این چیزهای نو برآمده است نه تکنولوژی برآمده است دیگر همین در خانه شیشته یاد گرفتن هم ممکن زیر کردین سالات چکل تیار کردن در کار است چند کا نمک چند کا وای تیار دیگر تیار کردین خب بانو باید هنرمند باشد خواهی که زندگی خوب و شیرین و گوارا شود هنر آموزید. زبان شیرین داشته باشید. مهربان باشید. حلیم باشید. با صبر و با تحمل باشید. با احساسات دادن نشوید. هیچگاه. این نصیحتی دوستانه، برادرانه، پدرانه به شما. مخصوصا به جوانان. سلامت باشید. من فکر میکنم بعضا نصیحت‌های من میکنم بعضی پدر و مادران نمیکنم به دختران خودشان. درست؟ یکی کردن در کار. نصیحت که آموزاندن در کار شرم کردن در کار نیست. فرزندی ما فرزند به زندگی مستقلانه همه طرفه تیار کرده ما در کار همه طرفه. سلامت باشید.